زیارتگاه خواجه عبدالرحمن عفو. این کس یکی از صحابه‌های دوست داشتنی جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میباشند. اینجا آدم‌ها اونجا زیارت کردن میبرن از همه جا میبرن. از شهریار تمام پیشتر از قزاقستان هم میبرن، از ازبکستان پیشتر بین‌نفر 0 آدم میبرن. من برای زیارت کردن همین مسجد جامع عمدگی بودم. نیت کرده بودم همین شهر ازبکستان، ما اصلا از جمهوری ازبکستان برای زیارت کردن آمده بودم. من خدا به شکر من چند روز بود در همینجا چند جاهای زیارت کردیم. من اینجا بعد زیارت کرده دیدم جدایم جاهای ناز بود است.